استاد سلام. سلام عزیزم جان. بچه طلا فروشی گفتن که میشه اینو برام عوض. طلا فروشی؟ بله. همکاریم که. چجوری همکاریم؟ من نمیدونی قهوه در جهان معروفه به طلای سیاه. خودشون نفته. خفه شو. اینا رو ول کن. این عمل چقدر میخواد؟ فاکتور خریدت کجاست؟ این مگه فاکتور میخواد؟ دزدی مگه طلا نمیخواد؟ میخواد. طلای سیاه؟ نه. خفه شو. اینا رو ول کن. اول باید محک بزنم ببینم عیارش چقدره. قهوه مگه محک میخواد؟ خفه شو آب بریز. ای که کل رنگش شبیه آشغال کی بهت فرو کرده؟ من اینو کلا میتونم 500 تومن ازت بخرم. اون شیف صبحتون به من داد 1.500. از ما خریدی؟ با حیف میگم 2.500 قیمتشه، چون مالیات و سود و اجرتش کم میشه این قیمت میتونم بخرم. این هم بگی لاوازو با لاوازو کیلو چند؟ لاوازو کیلو 5 تومن. اینو شیف صبح گفت 2 تومنه. دلار رفته بالا مرد اسم خبر نداری. دلار بره بالا، اجرت و سود و مالیات میره بالا، اینا بره بالا، شما میری بالا. حرف دهنتو بفهم. مرد حسابی به من چه ربطی داره؟ آقا شما اصلا داری ما رو بالا پایین میکنی ها. من چیکارم؟ دلار ما رو بالا پایین میکنه، ما هم شما رو. اشتباه گرفتی. من تو تیم نبیزاده‌ام.